گراونم. سلام و درود خدمت دوستان همراهان عزیز پرشین سایکیک و مژده وصل. من نجمی عشقی هستم و اومدم که کارگاه مارانا کاراکاستانا یا موقعیت رنج‌آور رو خدمتتون معرفی کنم و ازتون دعوت بکنم که در این کارگاه شرکت بکنید. یه سری نکاتی رو میخوام راجع به این کارگاه خدمتتون عرض بکنم، چه برای دوستانی که بنده رو میشناسن و در کارگاه‌های قبلی شرکت کردن، چه برای عزیزانی که من رو نمیشناسن و این توضیحات براشون جدید هست. یه سری اتفاقاتی توی کارگاه‌های من میفته که اینها برای من به عنوان ارزش‌های من هستن و من سعی میکنم این ارزش‌ها رو در زمینه جیوتیش وقتی دارم کار میکنم حتما اینها رو رعایت بکنم و سفت و سخت راجبشون باشم. نکته‌ای که هست اینه که منابعی که داره توی کارگاه استفاده میشه منابعی هستن که منابع مورد اعتمادی هستن. به چه معنا؟ به این معنا که ما امروزه به وسیله یک کلیک به حجم بسیار زیادی از اطلاعات دسترسی پیدا میکنیم. اما آیا این اطلاعات از منابع پیوری میان، از منابع سالم و خالصی میان؟ آیا پایه و اساسی دارند یا نه؟ یکی از این اتفاقاتی که اینجا میفته این هستش که بر اساس منابع اصلی و سورس های اصلی جیوتیش من سعی میکنم کار بکنم. و نکته دیگه‌ای که هست بحث سنت ها هست که من راجع به سنت ها در یک وایس دیگری صحبت کردم که اگر اشتباه نکنم نقش جوپیتر یا گورو در انتقال سنت بود و بحث جیوتیش. میتونید برید و این وایس رو گوش بکنید و به نظر من که گوش کردنش خیلی مهمه. سنت ها در واقع یک روحی دارن و یک پارچگی ایجاد میکنن در آموزش خودشون و این چیزی هستش که من اینجا هم سعی کردم رعایت بکنم و ازش الهام بگیرم و بسیاری از این مطالبی که ما اینجا میبینیم از سنت شریعت چیوتانندا داسا میاد که میتونید راجبش تحقیق بکنید که الان پیشروش پاندیت سانجی رات هستش در دنیا. پس منابع خیلی مهمه و نکته بعدی که هست اینه که ما اگر به منابع خوبی هم دسترسی داشته باشیم لازمه که بتونیم از این تکنیک ها عمیق و دقیق و کاربردی استفاده بکنیم. باز ما شاهد این هستیم که بسیاری صرفا تکنیک آموزش میدن و تکنیک ها رو خیلی سطحی بررسی میکنن. صرف این که من بیام بدونم شانی در خانه اول مثلا در مارانا کاراکاستانا قرار داره این کافی نیست برای من باید بیام خیلی فاکتورهای دیگر بررسی بکنم و این رو بذارم در پروسه تفسیر چارت، نه اینکه بیام صرفا بگم که اوکی شانی در خانه اول در موقعیت رنج‌آور و خدا حافظ شما. خب این رو کجاها تاثیر میذاره؟ رو کدوم خونه ها تاثیر میذاره؟ روی کدوم بروج و سیارات تاثیر میذاره؟ خب اینا همه ماجراست و این در یک پروسه تفسیر اتفاق میفته. صرف یه دونه گفتن جمله خبری که این الان در موقعیت رنج‌آوره ما نمیفهمیم که چه اتفاقی داره میفته. بنابراین مثال عمیق و کاربردی لازمه که من اینجا سعی کردم این کار رو انجام بدم. در حال حاضر فکر میکنم حدود 13 تا چارت مثالی روی این کارگاه آفلاین قرار داده شده و اگر لازم باشه باز هم به اینها اضافه میشه. نکته بعدی که هست اینه که برامون خیلی مهمه که به درمان آسیب‌های توی چارت بپردازیم و اینجا هم از این قاعده مستثنی نیستش و من سعی کردم که درمان بدم برای موقعیت رنج‌آور و بگم که درمان اصلیش چیه و اگر دوستانی وجود داشته باشن که این رو در چارت خودشون داشته باشن که اصلا مانتراش هم تقدیم حضورشون میشه. و خیلی مهمه که این اطلاعاتی که ما داریم یاد میگیریم صرف این نباشه که من اطلاعات تکنیک یاد گرفتم و تفسیر کردم. هدف اصلی من اینجا چه برای خودم چه برای دیگران اینه که یک تغییری در نهایت بعد در سطح آگاهی و بعد سطح کارمای فرد اتفاق بیفته. ما قراره یک کاری بکنیم و این دیگه در لول بعدی قرار داره. این که من میرم از منبع خوب استفاده میکنم، از منبع پیور استفاده میکنم، بعد میام اینا رو به کار میگیرم، بلدم چطوری در عمل
از این اطلاعات استفاده بکنم. مرحله بعد از این تازه اینه که حالا من الان میخوام با این چیکار کنم روی سطح آگاهی خودم و در زندگی خودم میخوام چه تغییری ایجاد بکنم و اینها همه مراحلی هستش که مراحل مهمیه برای من و به خاطر همین یک سبک خاصی رو من در این زمینه پیش گرفتم و برام خیلی این موضوع مهمه، در حالی که خب میبینید که برای خیلی از اشخاص اصلا اینجور چیزا دغدغه نیستش و دلیل اینم که کارگاه ها معمولا تایم طولانی دارن و آماده سازی اینها معمولا طول میکشه. در بازه های طولانی ممکنه مثلا چند ماه بین کارگاه ها فاصله بیفته. این اتفاق میفته همینه، برای اینکه ما قراره یه تغییری رو این وسط رقم بزنیم، نه اینکه صرفا پشت سر هم یه سری اطلاعاتی رو به آدم ها تزریق بکنیم، معلوم نیست از چه منبعی دارن میان خیلی از اینها، و بعد اینکه کاربردی نیستن و قرار نیست کاری برای اون فرد انجام بده. بنابراین این خیلی چیز مهمیه و به نظر من میارزه که من مدرس برای همچین چیزی زمان و انرژی خرج بکنم که در نهایت یه تغییری رقم بخوره، نه مثل اتفاقاتی که اکثر جاها داره میفته. راجع به مباحثی که توی کارگاه مطرح شده من خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم. خب من یه سری شیوه هایی رو برای تفسیر چارت لابلای اونجا که دارم در واقع چارت های مثالی رو توضیح میدم، یه سری شیوه های تفسیر چارت اونجا قطعا دستتون میاد که این خیلی نکته مهمیه به نظرم و ما میتونیم به شکل عملی ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. راجع به معنای مارانا کاراکاسانا صحبت میکنیم. اصلا چرا اینجا توی این خونه ها ما مارانا کاراکاسانا داریم، چرا توی سری خونه ها مارانا کاراکاسانا نداریم. و خب اینجا خیلی مهمه که ما بدونیم که نایسارگیکا کاراکا چیه. برای همینه که کارگاه نایسارگیکا کاراکا پیش نیاز مارانا کاراکاسانا بودش که در چند ماه گذشته این کارگاه منتشر شد. و یه سری نکات تکمیلی و پیشرفته رو تو این کارگاه راجع بهشون صحبت میکنم که احتمال خیلی زیاد اصلا نشنیدین شما و بسیار جالب هستن اینها و میایم اینها رو همونطور که گفتم در منابع اصلی هم بررسی میکنیم، ببینیم داستان از چه قراره و راجع به بخش درمانش هم که صحبت کردم و دیگه فکر نمی‌کنم نکته دیگه باقی مونده باشه در این بین، فکر نمی‌کنم. خب در انتها متشکرم ازتون که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید و اینها رو از من شنیدید. من منتظرتون هستم در کارگاه و امیدوارم که این بار هم بتونیم یک تجربه بسیار عالی رو با همدیگه رقم بزنیم و در جهت گسترش آگاهی باشه. شب و روزگارتون خوش باشه و اگر دوست داشتید به من پیام بزنید، آیدی شخصیم، و همراه هم باشیم و امیدوارم که مسیرتون همچنان پر از نور و برکت و آگاهی باشه.